زیاد میگیرم 80 تا بگیرم. آره داداش بگی بیا. باش میذاریم تو قفسه دیگه. حاجی خود گل گرنددی خیلی خوشگله. درخت صورتی قشنگ میاد بالا. واو. قربون دست. دهنت سرویس حاجی بد زدی منو. دود دود دود. واقعا پشمام ریخت از این بازی. یه چی دیدم. خیلی حال میده. چی دیدی؟ یه چی دیدم که نباید. رو دیواره؟ نه کاش رو دیوار یه چیزی بود. نه کاری به اونا دیدی؟ ندارم. یارو داشت رو زمین میخزید. باورم نمیشه. What؟ جنبه تعریف کردن نداشت. حاجی من میخوام حالا ریکورد کنم. واقعا میخوام 1 ساعت 1 ساعت و نیم ریکورد کنم. ریکورد کن. چی زد توش در نمیاد؟ 10 دقیقه 20 دقیقه توش در میاد. حاجی اون سری واقعا 1 ساعت ریکورد کردیم کلا 26 دقیقه‌اش در اومد. الانم کلی پرتی فکر داره. کنم لگت کمتره. فکر کنم که بهتر آره بشه. احتمالا. حالا ببینیم چی میشه. به امید خدا. چیکار میکنی؟ بذار پکمو بچینم. بی شرف. بیا من برم به داشا یارو برسونم بیام. دیگه چیزی قبول نکن فعلا. اسپندف تموم شد فکر کنم. نه 9 تا دیگه هست. خوبه ماما گایشان. ماما گایشان. ماما من تیر خوردم. اینا همه رو برات پک کردم. تیر برو بخوری. ولی چیز نخوری. دقیقا. نه نمزانی کن بره. حاجی یه نفر اسپندف میخواد. خب الان بیا بهت بدم من. چون بخوابیم میپری تو. ماما گایشان. اکبر سر رفته زیر پول وایساده. جا کمه. حاجی چیا گذاشتی برای اسپندف؟ یادم نی داداش. تو دستور پختش زده. الان بهت وایسا میگم با چی کوکاکولا ساخته ریختم. دونات ببین ریختم با قرص چیز. فهمیدم یادم اومد. آخه یه چیز دیگه هم باشه. من خود میگری اسپندفی ساخت. فکر کنم گیرین و نمیدونم یادم نی. تو راست میگی این چیز بودا سردیسان چی بود همون اولیه اسمش. صبر کن. بخوابیم فردا صبح برم تخمه رو تحویل بگیرم بیا. تخمه کی؟ حیف حاجی که اسمم فردا رو داشتم بگو منو که بسته. داریم میریم پینت بال. دوستان حیف که وسیله ندارم. حیف. حیف اگر واقعا. نه چه ویدیویی میشد. براتون ویدیو میگرفتم در حد کل سنگین شده. حیف واقعا. بخوابیم. صبح صبر هم کن میتونی انجام دارم بدی. پک میکنم. تموم شد دیگه. پوریا به قرآن یکی پیام بده میزنم تو سرت ها. پیام نمیده نگران نباش. ما بچه هم آهنگم. بخواب دیگه علی پروین. علی پروین بیا دیگه. وقتی رفیقت میخواد آلبرت هاور. بخوابه و تو یادم بوز. گاو. این بوز. گاو. We be working too. نمیدونم چرت و پرت. تاتو. تا تاتو. با پدر سگ من میخواستم این دراپه نیاد دیگه. خفه شو اینو بیا بعد اون بخوابی. سر شهر بیا من باید برم خوابیدم. حالا اینو بردارم بگیرم بیام. صحبت بخیر داداش. بخوابیدی؟ نه داداش آمدم این سیدار رو تحویل بگیرم بیام. بابا پلیس آقا تو پلیس نیاد خیابونه. دنبالم. مرض داری دیگه بابا. نرو دیگه بهت گفتم علی نه. یپ. حاجی یکی چیز میخواد. پوریا جواب بده بذارش واسه فردا صبح. چند گذاشتیم قیمتش یادم نمیاد. هرچی نمیدونم. هست من پوریا در رو واکن اومدم. صبر پوریا کن. در رو واکن پلیس دنبالمه. در رو واکن. باز کن.
باز کن. خب اومد دیگه پوری و عجب کابولی. بابا عجب خری، من دارم سفارش میگیرم. داره در رو وا میکنی من بیام. بابا در بازه، در بازه، اینا در بازه. واکن اومده. ببن. بسیشو چی بخوابی؟ بخواب من خوابیدم. رنگمون چی شد؟ والا برای من هیچی نمیاد. بگو که رفت وی. بنازم. الان چیزه باز شد برام. چی؟ اونجایی که مال چیزه. من همه ویدا رو گذاشتم تو قفسا. ورهاوسمون باز شد. بهش تو سفارش بگی من یه دقیقه برم تو چیز بیام. من سفارش گرفتم یه دونه. چی میخواست؟ گرین چیز میخواست. خب ولی من تخمه رو بکنم. بی تربیت. زن بچه این فیلم رو نگاه میکنه. ای بابا زشته آقا محمد. ناراحت شدم. حزب غیظ میکن. حزم غیظ بقنز قنزینز. قنز قنزین قنزین قنز. چرا صدای اون مار تو رابین هود رو عزیزم السلام حاجی، من باز باگ خوردم خدایا. ای وای I'm so fucking noobs. sorry. آره I'm so fucking sorry motherfucker. برو به این یارو چیز بده حاجی، من اینو با مشت زدم. ماما اینا منو زدن ماما. چیکار میکنی؟ دارم فرتیلایزر میریزم رو گل. کپاسیتی سرندپیتی ترمتمتپی. حاجی چیز نداریم؟ چیز؟ این اسپندس رو نداریم نه؟ اسپندس 6 تا دست منه فکر کنم. بذار ببینم. بله 6 تا دست من. خب من برم قرص و مرس این چرت و پرتا رو بگیرم بیام. برو یارو تحویل بده. برو به اون یارو تحویل بده. چی به فعلا بیخی؟ سفارش داریم ازش. داداش چقدر پول دستته؟ بذار تو حساب. هیچی ندارم، صفرم. یعنی چی؟ 200 اندازه کم کردی ازش. دستی درد نکن. بعد رفتم فرتیلایزر خریدم صفا. یکی اینجا مرده. آقا شاد شده. اما شاد شده داداش. میشه تتو زد؟ قیافه منو. تو دستم پیدا سکل چرا؟ تو خودم. چرا؟ از این لباس فروشی کجاست؟ لباس فروشی کجا بود؟ من یادم نیست. کار دارم. لباس فروشی. حاجی تتو رو خواهم یه سلی بزنم وسط پیشونی مثل پوتک شم. پوتک چش داره. ولی خب این چش نداره یا نه؟ حاجی لباس فروشی کو. من دارم اینجا. یه چیزی بهت بگم. کدوم کجا وای میستاد؟ اینجا وای میستاد؟ پاتو بردار. آی نکن فدا سگ. ماما اگاشت قیافه هم ببین محمد کوشی. آی ها ادای دوتا اسپنده قبول کن بینم. من وسیعیتم. برو که قیمت بالا برات دادم بری عشق کنی. الان یارو ریجکته. آجی دوتا دیگه اسپن لایف هم اسپن لایف چند تا داری؟ چند تا داری اسپن؟ 6 تا داری؟ اسپن دف. بیا اینم 280 تا. بله سلام خانم محترم. بیا اینم دادم ببین برش. ببین چه هواش حساب کردم پشمت میریزه. اومدم فکر نکنم کازینو باز باشه الان. نه چی میخواست حاجی؟ اوه ندارم. بیا این بدبخت بده پول. بیا به این بدبختا چیز بده، مواد بده و زیاد. کمده حاجی قفسه میخوایم نه؟ جا نداریم بایم قفسه بذاریم چیز نکنیم.
300 فاکینگ دلار بابت 2 تا دونه اسپندف چجوری کردی تو پاچه یارو؟ داشت بالاخره ستونت اینجا وایساده دیگه. حاجی این تصویرها چیه رو دیوار بابا؟ زشته. علی داداش میگن که باید بند بشی میدونی. بذار من برم چیز کنم، برم خوراکی مراکی رو بگیرم. اسپندف چیز دارن، اسپندف زیاد دارن سفارش میدن حاجی. گال نداره پیداش میکنی عزیزم. نه بچه‌ها کامنت بذارم من پیدا میکنم. آن تو منتظر کامنت بچه‌ای؟ الان بچه‌ها میگن گو خوری. نه اشتباه شد. نمی میخواد یه دونه بهت میدم عشقم، یعنی که عشقم داستان میشه. خیلی بیادبی آقا پوریا. That's crap. باش نخواستی چی بر سرت کنم. خیلی بیادبی. اوزگل 20 تا از تو میخوام. حاجی من این لباس فروشه رو پیدا کنم 20 تا هم پاره از تو کردم. میخوام. 20 تا هم از تو میخوام. به به. بذارم دیگه چی میخوام. یه دونم 10 تا هم صد چیز بگیرم. 5 تا گیری. خانوم شما مواد میزنی؟ با ارزون بهشون بدم اشتباه میکنم. داشت احساس میکنم دارم پیر میشم. مغزم در حد جلوکی داداش. اینجوری شد. او اینجا رو وای داری؟ یه نفر اسپندف میخواد. نه قبول نکن خودم 160 تا کم 200 تا کن. چه خبری 200 تا بابت یه دونه؟ من گیرین دارم میرم خود بهشون. جواب بده. من از کجا بدونم کدوم میخوام. اسپندف برو پشت بسکتبال واسه. ال برو بده. اسپندف ندارم اون یکی رو گفتم. میدونم. اسپندف کجاست؟ دادم تو بسکتبال وایساده بود. حاجی من رفت تو مخم لباس فروشی کو؟ دو تا اسپندفه یه دونش کن. یه دونشو دارم. حاجی باگ خورده باز بهش بده بابا من ریدم توش. خوبه. بازار سیاهی تو چی هستی؟ حاجی ساعت چنده؟ 6 شده؟ نمیدونم. من یه دونه اسپندف دارم 153 تا. شبم میام بهت میدم. منم میخوام برم توی ورهاوس. شواری نداره. صدا چی بود؟ یه صدایی اومد. خب من برم جنس جدیدا رو درست کنم. بهش گرنددی رو پک کن بعد بذارش تو سایت. کینکرک ما رو باید شاور دیزل هم اینا رو ساور سوره سواره داداش. پوریا کارگر بگیرم یه زوده. خواهی یه بگیری کار می‌خواد. بگیر واقعا نیاز یه نه. کار پولمون میره. بده فدا سرت. روزی هم 200 تا میخوره. اشکال نداره در میایم توی روز. حالا من فکرم امروز 2 کا فروخی فکر کنم. اشکال نداره. هلو خب هلو راستی می‌خواستم هلو بکنم. هلو. حاجی کیسامون تا خشتک پره چیکار کنم نمیدونم. کوف. چی داری برای فروش؟ پوریا جان دستگاه اتومات پکیج داره 750 فاکینگ دلار. میخوای یا نه؟ ببین یه کار بده برای یارو برای چیز برای خب الان میدم یه قصب کن. دلغک. برای کاشت فقط میخوایمش دیگه. آره
خب داداش من یه نفر میخوام واسه کاشت. داری بهم بدی؟ فقط میدونم کچل مچل به اون نده تو رو قرون. اینم گیرین یه کرک داریم کابل. بیا بردار اگه نداری. خب پوریا اتومات پکیج میخوای یا نه؟ آره آجی. اتومات پکیج. آره فقط جا نداریم بعد جامون رو عوض کنیم. داداش پکیج رو برمیداریم اتومات پکیج رو میذاریم سر جاش. منطقیه. آره اون دستگاه پکیج رو من میرم میفروشمش. خریدم اون حاجی. خیلی باش پکیج کردن راحته. با ای و دی و اسپیس کار میکنه. خب خیلی راحت شد. خیلی راحته. زخم شدم یعنی بهت بگم مثلا اینجوری 20 تا رو مثلا 30 ثانیه طول میکشه اونجا مثلا 20 تاش حاجی اسپن میخواد الان درست دارم میکنم اما اسپن رو حل قبول. ببین اینو قبل خوابیدن دیلش کنیم ما. خب 130 تا 150 تا بهت میدم. بیا داداش اینم اتوماتیک پکیجینگ. حال کن. صبح بدم وقتشو. چی؟ بذارش فردا عصر. فردا صبح دادم متاسفم. فردا صبح بدید. پوریا بیا اینا رو باش پکیج کن. حاجی گیرین رو ندادی بهشا؟ پو گیرید بهش دادم. 3 تا مونده رو ندادی. اصلا قبول نکردی. اصول قبول نکردی. چند تا بود؟ چند دلار بود؟ نمیدونم. پوریا بیا این چند تا پکیج کن پشمات بریزه. من میتونم این شب بری. برو 8 تا برو 3 تا؟ آره ادب، بی نزاکت، بی تربیت، کثافت، دزد، آشغال، کثافت، مرض، حمال جفتمون مردیم احمق. جفتمون مردیم. این تموم شد؟ آره. خب دنسای ما آماده است. من میله دستم بود حمال. دیگه داداش منو دست کم گرفت. تی خیلی بیشوری. حمال سگ. ماما آقا شاد. ماما من تیر خوردم. ماما من دیر خوردم. حاجی خیلی جامون کوچیکه. افتضاحیم. بعد تازه فکر کن رفتم آدمم گرفتم. وای خوبه دیگه حاجی، خوبه، اشکال نداره. آدم بگیری از هیچی بهتره. داداش الان من تختشو تو کونم کنم. تو تخت ما میخوابه. نمیشه وقت ما نمیتونیم بخوابیم. ما یه کاریش میکنیم. اسکول نگاه. داداش واقعا فکر کردید داداشت حواسش به اینجور چیزا نیست؟ ناموسن داشته باشین یارو. چرا رو هوایی داداش؟ صبر کن. اینجا رو داشته باش. بنازم. داداشت حواسش به همه چی هست. اینو پهن میکنیم میخوابیم. چقدر بدبختیم. اینو برمیداری؟ میگی 1 2 برو گم شو. برو گم شو. پرتاب 3 امتیازی باشه. جون مادرت نریز. پوریا جون همه کیسه رو خب از کجا در آوردی؟ مرض دارم، مرض. خب داداش من اینا کیلر ترش باید بکنم. الان لگ میگیری دوباره.
چرا؟ شیل چه قیافت رو دیدی؟ ترش. حاجی خوابت میاد، بیا بگیریم بخوابیم. بیا. چشام قرمزه رو میگی؟ آره اون بیا. دل اسکینم داداش. بیا بخوابیم. بخواب. این تا صبحش آماده میشه دیگه. مستر گرنددی داداش تختو کجا کردی؟ تو جیبمه داداش. میشه بذاریش؟ به مولا که تو جیبمه. صبر کن. الان وای یارو میاد. وای این پشکل اینجا آشغال ریخته. بذار که من یارو رو بیارمش دیگه. باش. فقط یه خورده جابجا کنیم وسیله هامونو. خب پس وایسا. صبر کن پوریا، به نظر من اینو برش داریم، این سلاشخولی هم برداریم، تخته بذاریم این پایین ها. آره صبر کن. من برای چی اینو وا کردی؟ میشه بپرسم؟ میشه چون اینو توش چیز برداشت؟ کاشتم. نه توش تخمه، چون خاطر همین گذاشتم سریعا تموم شه بره. چرا آبشو ور میداری؟ خب اینو چجوری الان میخوای ورداری؟ صبر کن. توش تخمه. تخمی. این صد داشت رو نمیشه برداشت؟ چرا؟ البته توش پره. آره آره وایسا. کیسه زباله میخواد. ماما آگاش. خب این چجوری جابجا میشه این ان؟ داداش جای درمون رو میبندی. بذار اینو تموم کنیم، اینو اینجا برداریم. بذار یارو رو بیارم. بیا. سلام، عرض ادب. اینجا ببینم. ای بابا من برای تو کلیک میکردم راستی. بیا اینجا، من بدت تو بهت معرفی کنم بدت کدومه. داداش اینا اینجا برمیداری؟ صبر کن. خب این از تو. دمت گرم. از اینجا شما جنس تو تحویل میگیری. شما بار کنار. اینو مدیریت میکنی، اینو مدیریت میکنی، اینو مدیریت میکنی و اینو. خب شما میاد چیکار میکنی؟ شما اینو برمیداری گرین میکاری، فرتیلایزر میریزی و دستینیشنشو اینجا به ما تحویل میدی. اینو گرنددی میکاری، فرتیلایزر میریزی، دستینیشنش هم این تو. گرنددی میکاری، فرتیلایزر، دستینیشن، دوباره گرین، فرتیلایزر، دستینیشن. بیا شروع کار کن ببینم بچه خوشگل. بیا بالا. اوه تو برات پول بذارم. ماما آگاه شد. پوری الان میاد بالا فکر کنم. میاد بالا فرتیلایزرشو بریزی. پوری فرتیلایزر نداریم. صبر کن. چرا؟ داد نزن. ای داد نمیزنم پدر سگ تو کری. پوریا چرا ما حواسمون به این چیزامون نی؟ دقیقا من اسپندف به من بده، من برم سری. اسپندف بده. بیا اینجا بردار. بیا اینجا هست. برو شنا. داشت من که رفتم. برو زودونم. چقدر سخته آجی. داشت با ایودی و اسپیس دیگه چیش سخته. پوریا اینکه گرینه که نه اسپندف. دست سلام کم داکش. گرفتی من. تاسفم برات. سه تا گرین. حساب میکنم وایسا. همه رو بذار تو چیزا، همه رو بذار برای عصر. نه یا همه رو بذار برای شب، 275. همه رو بذار شب، همه رو بذار شب. حاجی گرنددی سفارش دادا داری؟ داریم تو قفسه داریم. برای شب؟ همه رو بذار برای شب، یه هویی بردارم ببرم. باش. نم گرنددی میخواد. نه برای شب دیگه. هیچ. این چی میگه؟ اینم که هیچی. اینا رو حساب کردیم.
من برم برای ادامه پکیجینگ. اجازه بده. یا ابوالفضل. این تخته رو بذارم اینجا. حاجی پکیجینگ نداریم چی؟ نوپ. اینا اسپنده خب بیا اینجا. سه تا اینجا مونده. من وصله بگیرم. اشغال اشغال. چه موزیک هایی داره گیم. چرا سه تا من برم سید سفارش بدم آجی. آلبرت خاک بر سید به من سرم. نمیه؟ یعنی ریدم با این پکیج کردن. خدا قوت داداش. حاجی سید تعداد بالا بخرم. آره 10 تا اینو بخرم 10 تا اونو بخرم. حاجی برای من سخت‌تره تا چیش سخت‌تره داداش؟ بابا نمیره تو این پکیج کو. آلبرت های مسیر توی اون خونه نصف نیمه وایساده. پوریا یکی 5 تا گیرین میخواد. وایس قبول کن نپره. 5 تا گیرین 380 تا باید حساب میکنم. ستونم برو اشغال کن. که شب آره دیگه همه رو بذار شب. خب من 10 تا گیرین میخوام آلبرت. 10 تا گرنددی میخوام. گرنددیاشو چیز نکردم. وای جا ندارم. چرا پک نمیکنم؟ کی پک آها نمیکنه؟ هیچی درست. یکی گرنددی میخواد. دارم گرنده تا دلت بخواد اینجا هست. پره قفص همون تا خشتک پر مواد ده. پوریا اون قفسه سمت چپیه رو دست نزن. این رفیقمون چیز میکنه. موادو نذار توش. اون موادایی که بعد بهش تحویل بدیم این سمت چپی است. آره پر آخه اون. خب داداش بعد بریم یکی دیگه بیاریم دیگه. نباید بذاریمشون تو. چقدر فروختیم تا الان؟ نه بذار من اینا رو بچینم. چیز کن دست منه. قیچی تو کارش دیگه. اینو بردار ببرشون ته بذارش. چیو؟ آها اینو؟ آره تو بهش دستور بدم که اینو برداره چیز کن. ببرش تو اون ته. آبم نمیخواد چیز کنی بذاری خودش آب میده دستی. شما اینم باید بدی. اینو من میخوام بکاری فرتیلایزر بزنی دوباره دستی. خودش آب میده؟ داد نزن پوریا. آره داد نمیزنم. بی شرف ما اینا رو برای چی گذاشتیم پس؟ اونا رو برای خودمون بوده. بهش بگو اینا رو فعال کنه دیگه. چه کاری آب بده؟
داداش شیری گوسفند دیگه با دست آب میده. میگیری چی میگم؟ نه گوسفند حالا تو زندگی دیدی؟ رفت. چون نخوابید؟ بخواب نیه. قرنیست بخوابه که نمیخوابه کلا. داداش این چیزمون رو میذاری؟ تختمون رو میذاری؟ ببینم تا کجا میاد جلو. اومدم. جلو در بذار. حالا اگه اینجا به جا شد خوبه ها. نه خوب نیست. چرا؟ تختتو بیار بچسبون به این. اینجوری؟ نه همون جوری که بود ولی بچسبه به این. بهتر آره شد. اینجا رفت آمده اونم بهتر شد. برای اینکه این قفسه رو کجا بذاریم؟ بذار اینجا اینجا. پوریا این آبه رو اینجا وردا. اینو روشو اینوری بکن. یارو از اون ور بیاد ورداره. آبا رو همه رو وردا. روی اون چیزا رو اونوری کن. آها. خب پس ما یه کاری میکنیم خانم محترم. اینجا من دستنیشن تو عوض کنم. شما میای اینجا. خب آبا رو باید بفروشیم نه؟ اینم میزنی. این آب خودکارا رو بفروشیم؟ آب خودکار چیه؟ آره دیگه همه رو جمع کن دیگه نیازش نداریم. خب من جا ندارم. میکاری فرتیلایزر بذاره من خالی میکنم. آقا من همه دستنیشن رو عوض میکنم. میذارمش روی این. یه چی ترکید شنیدی؟ نه و خب پوریا الان گلای تحویلیمون این توه دیگه. آره دیگه اون یکی قفسه رو کجا بذارم؟ پوریا ببین اینا رو میتونی این تو برداری تو قفسه. کدومو؟ اینو کوچیکا رو؟ آره این کوچیکر خالی کن جلویه رو. یه دونه گنده بذارم جاش. حالا قفسش اگه هم خالی. اومد دیگه برای قفسش جا ندارم. شرمنده اخلاق ورزش کنم. خالی کن توی قفسه دیگه. این یکی دونه رو ببردم من بذارم بعد دوباره بیا خالی کن. اینجا فقط که مشتری داریم. بیا قشنگ بریزوش. کو؟ یه ذره پول جمع کنیم بریم یه جای بزرگتر. الان فکر کنم جمع شه. خیلی وسیله فروختیم آجی. آره حاجی اینا رو ما بفروشیم یه ذره خالی میشه اینجا. اینا رو هم بذارم این تو. هول نده منو بی شرف. گرین و گرنددی ور نداشتم. همه چی نمی‌ذاریم سفارش گرد دادم. بده همه چی برش. سفارش گرفتم. برو بیا که دیگه. بخوابیم. آره چی میخوای تو؟ کارمون اوزیله. اوز واه چه؟ پوریا جدی 5 تا رو دادی 380 تو واقعا؟ آره چرا نه کم؟ وای آندر ارست شدم. چرا؟ پلیس دید دارم معامله میکنم. سرت. دارم سفارش قبول میکنم. بزن. همه رو برای شب دارم میگیرم. همه رو برای همین الان بگی. قبول نکردی. وای اینم قبول نکرد. خیلی گرون دارم میدم. بیا بده سفارش رو بده زودی بیا. حل
بیا در خونه باز. حیایی گربه ای کجا؟ بابا دید منو. چقدر شلوغ شده اینجا. من خودم جایزه بگیرم، تو میخوای منو بگیری؟ سفارش ها رو قبول کن برادر. تخم چش. ای بابا حاجی ول نمیکنه پلیسه. با تیزر افتادم به جونم حاجی. تیزر روی شاخ لریده داشت. بیا اینجا من به تو بدم. گیرین میخوای به این ست. نه نه او که زدت. با تیزر زد داشت دستگیر میگه یه خط مونده بود دستگیرم کنه. کویارو بکش بیرون دیگه تو هم. سیخ کردن رو ما اینا. منم محترم میشه قبول کنی این جنسو؟ پوری در بکن، پوری در بکن، در بازه. در بکن، در بازه. بسته میشه. بازه. حواست باشه. بکن. بازه. بخوابیم. صبح کلی سفارش گرفتم و بخواب. 2 تا سفارش داریم بخواب. 2-3 تا سفارش گرفتم. بیشتر گرفتم و 2 تاست. حاجی پولا رو بذار تو جیبت، بذار تو بانک. بهت بگم چقدر دستم پشمات میریزه. 4000 تا، 3000 تا، 2000 تا، 5 فاکینگ کی 5000 تا تو حسابته. حاجی برو خونه رو عوض تو کنیم دیگه. جیبمه. برو یه به سوله بزرگ نظر من بگیریم. یک های دیگه هم جمع کنیم. نه حاجی جمع میشه با این دختره روزه جمع میشه. جمع میشه. آره بابا جمع میشه، اصلا نگران نباش. فقط بدو. 6 کی خوردی. کجایی؟ کجا هم که دارم میرم سمت یارو. کجاست بگو با هم بریم. شهره. بیا با هم بریم. بیا من کجایی؟ دم فروشگاه بیا با هم بریم. کدوم فروشگاه؟ فروشگاه کجا؟ همون فروشگاه محل خونمون دیگه داداش. خب باش رسیدم اونجا. بیا بریم. نورت هم خاموش کن. اسم من دیگه نرو ای بابا هی ما میام وای بزنیم چی نیا. میزنیم. یه دختر بیبی حیات دی 26 تو چیز تو کرج نور بالا میدن. پشت تو نگاه کن. نور بالا نه داداش اون 405 فدات جان. 26 نه کرج فرق میکنه. کرج ایالت دیگه ایه. اینجاست. بریم. آره. اونم اول بسم الله اومدیم چه زایی ترکوندی رو مشت زدی بهش مریض. به خودت بخر اصلا. کجاست؟ اینجاست. لباس فروشی اینجاست پشما. دور اینا این تو یه دونه گزینه بیزنس داره، یه دونه گزینه دیگه داره اوله. اون خونه ای که 6 کار رو بخر. کدومو بگم؟ بیزنس رو بگم یا دومی رو بگیرم؟ نه خونه ای رو بگی، بیزنس نه. 6000 تایی رو بگیرم. 6000 تا رو بگی. یس تانک یو. نه حاجی لباس فروشی نیست اینجا. گرفتم. حالا بیا بریم بهت بگم کجاست خونه. من کجاست گفتی؟ پوریا اسپندف به یارو فروخت. من اسپندف ندارم. تو چیز هست تو قفسه ها هست. لعنتت کنه. حاجی این خونه است. آره خونه کن دلش درش باز میشه دیگه. برو توی دیگه. خیلی جاش خوبه. خیلی جاش خوبه. خیلی خوبه. خیلی بزرگه. رو خالی کنم. وایس. What's up brother؟ با این دخترم یه صحبتی بکن.
دیگه بذار وسیله رو بچینیم ببینیم چی به چیه. چیزی کم و کسر بود میریم میخریم. منطقی تر نیست؟ نت من داره ضعیف میشه. نه تو رو قرآن محمد. خب فکر کنم اوکی. وا سلام. برادر بد داری میچینی. سیف زدم. ببین پوریا، این دوتا اولیه رو میبینی بغل دیواره؟ بر اون کارگر است. هیچی نچین. نه نکن. آره خواستم بدم تو آشپزخونه. بذارش تو آشپزخونه اون. نه بچسب من اینجا رو نه نه بس بچسبون تو. نه نه گوش نه نه کردی؟ نگاه کن. از من گوش بده. چی کارت اینو اینجا؟ میذاریم چوشو اینجا. بذاری اینجا. خب صبر کن. الان بهت میگم. ما بذار من پکیجینگ جیبمو رو خالی میذاریم کنم. اینجا و چیزایی که تولید کردیم به همین زیبایی. فهمیدی؟ مثلا چه میدونم وسیله‌ای که میخوایم مخلوط کنیم و اینا رو میذاریم اینجا. خب خوبه. سالنمون هم که استوریجمونه دیگه. آره خاک و ماک و چرت و من پرتایی هم پوریا، که میخوایم من چیز اینو باید کنیم. دوباره اخراجش کنم یکی دیگه رو بگیرم فکر کنم. اه. یا شاید میشه آوردش اونور. میشه جا بشه فکر کنم عوض کرده. آره یه فکر تلاشی کنم بکن. بذار ببینم. داداش میتونم ببرم چیز. بعدش هم خوشگلین. فکر نکنم بشه. حاجی این تو هم میشه. وایسا من این تو رو ندیده بودم. خاک بر سرت. پوریا جان. سایت ببند. چی؟ سایت همه رو ببند. به اون آره پیام ندن. تو اسباب کشیم دوستان. این اسفندفر رو قبول کن. نه پره یارو. دارم از سایت برم دارم صبر کن. بردار بابا دلغک. اسپند 70 تا 270 تا نزدم. من 280 تا بهت میدم. بذارش برای شب ها. من دستم پره. یا بذارش برای فردا صبح. برای فردا صبح میذارم. بهتر. یه دونه گرین هم میخواد. تا 45 تا داره میگه. من 170 تا بهت میدم. بده من با زرت پرت نکن. من برای فردا صبح 155 تا گرین. نه عزیزم 170 تاست. چون با حال نکردم 180 تا بهت میدم. باش حال نکردم. عشقم کشید میدن قبل بدم. 5 تا گرنددی میخواد. 430 تا. نه عزیزم 430 تا نمیدیم. ما 450 تا میدیم. بعدش هم خوشگلین. یپ فردا صبح عزیزم بفرمایید. آی خدایا.
کجایی هستم من تو رو نمیبینم؟ چی؟ کجایی من تو رو نمیبینم؟ الان متوجه میشی. دارم اینجا به سر سامون میدم. گوشی من دارم بک میدم برم تو خونه. فهمیدی دارم چیکار میکنم؟ پوریا بهتر نبود اینجا آشپزخونه میشد؟ آشپزخونه است دیگه برادر من. چیه مخلوط پس؟ کردنمون اینجا بود، اون تو برمی‌داشتیم میکاشتیم. فرقی نمیکنه. فضاش قشنگ میشه کاشت. اگه میخوای این کار کنیم این کارو میکنیم، فرق نمیکنه. بیا اینجا. نمیدونم هر جا دوست داری بچینی بچین. نه حاجی خالی نکردم خودمو. بس برق خونه رو روشن خب. خدا خیرت بده، چی نمیدیدم. اتاقت هم برق داره. روشن برق کردم. اتاقم روشن کن. بعدش هم خوشگله این. من اگه بده تو ببرم اونور با من میای؟ نمیشه بدش جا کرد. اخراجش باید بکنم؟ چرا؟ بدش قشنگ میشه بردش. همه چی آوردی؟ نه بریم بیاریم. هیچ نمونده که تو بیاری، من خودم میرم میارم. خیلی بخوابیم صبح بریم بیاریم. حتی صبح کار داریم. نه نه آره، صبح کار داره. صبح وقت گرفتم. آها. قفسه دیگه نداریم نه؟ قفسه فکر کنم یکی دیگه تو خونه. چرا تو تا قفسه اینجاست؟ خب. واش. چیه؟ آقا من ویدا رو اینجا خالی میکنم. باش. خب خانم محترم شما چیکار میکنی؟ من باید شما یه صحبتی بکنم که بدتون اینجا نیست، بدتون اونوره. رنشو بیا اینجا ببینم.
بریا وای 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 گرفتت. وای نزدیک بود نزدیک. اینم که پشت خونه می دارم مرتب میذارم و مثل آدم بچین. User in your channel timed out. چی شد؟ محمد؟ وای. دیسکانکت شدی؟ بله. سیو نداشتیم. من سیوم. کردی؟ آره. خب فکر کنم بسته محمد دیگه. 2 ساعت شده جی همین. خب بچه ها امیدوارم از این گیم نهایت لذت برده باشید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. نوتیفیکیشن حتما بزنید. اینستاگرام این بالا میاد حتما برید فالو بکنید و اینکه ما رو به رفقاتون معرفی بکنید و اینکه اگر این پارت هم مثل پارت قبلی حمایت بکنید پارت سومش رو میذارم و بدون معطلی خوش گردین. خدا نگهدار.